درود بر شما. امیدوارم هر جای دنیا که هستید در کنار خانواده در سلامت کامل باشید. این مدار دستگاه آلتراسونیک است. مالک دستگاه عنوان می‌کرد که دستگاه به طور ناگهانی قطع شد. دستگاه رو باز کرده، فیوز رو جایگذاری کرده و دوباره فیوز سوخته. این نشون میده که یک اتصالی در مدار وجود داره. من مدار رو بررسی کردم. 2 تا از ترانزیستورهای اصلی قدرت سوخته بودن. دیودها هم سوخته بودن. این یک منبع تغذیه هست. اما خروجی مدار به صورت AC هست. ورودی مدار در اینجاست و خروجی در اینجا. من اول قطعات رو براتون تست میکنم. بعد مدار رو به طور کامل روی کاغذ براتون میکشم. قطعات جدید رو جایگذاری میکنم تا ببینم آیا مدار راه اندازی میشه یا نه. خب همونطور که مشاهده میکنید این مدار IC نداره. این پشت مداره. پس این مدار چجوری کار میکنه؟ اگر ویدیوهای من رو دنبال کرده باشین، من این مدار رو IC رو خارج کردم، یه سری تغییرات دادم و مدار روشن شد. این مدار هم دقیقاً به همین روش عمل میکنه. یعنی IC نداره، پس هیچ کنترلی روی خروجی نیست. چون IC نداره، پس مقاومت شانت هم نداره. شبیه دستگاه جوش، ترانس CT هم نداره. در خروجی، چون ما خروجی AC داریم، پس دیود هم در خروجی وجود نداره و به خاطر همین هیچ خازنی هم در خروجی نیست. حالا قطعاتی که سوخته بودن این 2 تا ترانزیستور بودن. مولتیمتر رو تست بوق هست. این ترانزیستورها BUT11A هستن. ترانزیستور NPN هستن. کلکتور، امیتر. کلکتور با بیس صدای بوق داره، پس اتصال. دوباره کلکتور، امیتر، بیس. پس این ترانزیستور هم سوخته. من یک طرف دیودها رو آزاد کردم. حالا این دیود آخر. این دیود نسوخته، ولی چون در کنار این دیودها بوده دچار نشتی شده. پس ما باید همه این دیودهای این بخش رو تعویض کنیم. مولتیمتر رو در حالت دیود میذارم. در اینجا راه نمیده. پراپ مشکی رو سر خطدار. عددی که نشون میده حدوداً 1 ولت هست. تمام دیودهای مدار رو باید تست کنیم. نقش این دیودها رو همه رو براتون شرح میدم. 573 پراپ قرمز رو سر خطدار. نباید عددی ببینیم. در این دیود هم همینطور. حالا جای پراپا رو عوض میکنم. 574. یه دیود دیگه در اینجاست. 573. در اینجا عدد شد 2.5. به چراغ LED دقت بفرمایید. LED در اینجاست. اینجا قرار گرفته. LED روشن میشه. پس مقداری که داریم میبینیم مربوط به این LED هم هست. حالا مولتیمتر عقربی روی X 100 قرارش دادم. رنگ پراپ ها در مولتیمتر عقربی برعکسه. این دیودهایی که سوخته بودن از یک جهت برعکسش میکنم. پس از هر دو طرف راه میده. این دیود نسوخته بود. پراپ مشکی رو سر خطدار میذارم. نباید راه بده. حالا پراپ قرمز رو میذارم سر خطدار. خب همونطور که دیدید عقربه تا وسط حرکت کرد. اگر دیود دچار نشتی باشه، وقتی پراپا رو برعکس کنیم کمی عقربه باید تکون بخوره که در این حالت عقربه حرکت نکرد. پس این دیود فعلا نشتی نداره، ولی برای اطمینان حتما باید تعویض بشه. اینا دیودهای 1N4007 هستن.
چون تو ورودی برق شهرن. حدوداً 1000 ولت رو تحمل میکنن با فرکانس 1 کیلوهرتز. فرکانس برق شهر 50 هرتزه و وقتی یک سو بشه حدوداً 310 ولته. یعنی 220 ولت ضرب در رادیکال 2 میشه یا همون 1.44. پس این دیودها برای اینجا مناسبه. حالا به چه دلیل این دوتا ترانزیستور سوخته بودن؟ حدس من اینه. این نگهدارنده کاملا شل بود. این فن که در اینجا قرار میگیره با هیت سینک به این حالت، اینم کاملا شل بود. به این حالت. من حدس میزنم که موقع جابجایی دستگاه این هیت سینک حرکت کرده به این حالت و به پایه های ترانزیستور برخورد کرده. چون نگهدارنده یا بستی هم که در اینجا بود اونم شل بود. یکی از دلایل میتونه این باشه. دلیل دوم میتونه اتصالی ورودی برق باشه. خب حالا ببینیم اصلا این مدار چجوری کار میکنه. من مدار رو از ابتدا براتون میکشم. اینجا ورودی برق شهر که میشه اینجا. یک خازن هست، یک سلف هست و یک خازن دیگه. در انتها دیودها هستن. این خازن اینه، این سلف در اینجا قرار گرفته و اینم خازن بعدی. حالا دیودها. این 4 تا دیود هستن. اینا دیودهای 1 N هستن. 4007. ورودی برق شهر اینجا متصله. این یکی در اینجا. اینجا خروجی. در اینجا مثبته و در اینجا منفی. ما 310 ولت رو اینجا داریم. حالا در ادامه ما این دوتا ترانزیستور رو داریم. اینجا کلکتور، امیتر، کلکتور، امیتر. اینا ترانزیستورهای NPN هستن. شماره اینا BUT 11A هست. اینا ترانزیستورهای قدرت هستن. تا 400 ولت رو میتونن به راحتی تحمل کنن. ولتاژ مثبت به کلکتور متصله. ولتاژ منفی به امیتر. اینجا سر مشترک است، خروجی. اینجا پای بیس هست. حالا این دوتا خازن نقششون چیه؟ ما میدونیم خروجی مدار وارد این ترانس میشه. این سلف هست. بس سلف و خازن در بخش خروجیه و این ترانسه. این ترانس پالس هستش. پس ما خروجی رو این ترانس داریم. در اینجا. که همون ترانس اصلی هست. دوتا خازن داریم. در اینجا باید دوتا خازن قرار بگیرن. خازن ها به ولتاژ متصل میشن. پس این خازن رو ولتاژ منفیه. این خازن رو ولتاژ مثبت. پس ما در اینجا مثبت داریم و در این مسیر منفی. ما این مدار رو در دستگاه جوش تک برد هم داریم. این دوتا خازن در اینجا سر مشترک دارن. این سر مشترک این دوتا خازن ها هست. دوتا دیود هم در اینجاست. اینا دیودهای محافظت از ترانزیستور ها هستن. به صورت معکوسن در اینجا. ولی سویچینگ چجوری اتفاق میفته؟ سویچینگ به کمک ترانس پالس هست. یعنی آیسی وجود نداره. پس کنترلی روی سویچینگ نیستش. با توجه به نوع ترانس، نوع ترانزیستورها و ترانس پالس، فرکانس در اینجا تعیین میشه. پس ما ولتاژ بیس رو باید از ترانس پالس بگیریم. یک مقاومت بیس هم باید وجود داشته باشه برای هر کدوم از ترانزیستورها. دو تا مقاومت کوچیک هست. یکی در اینجاست، یکی در اینجا. این مقاومتی که اینجا میبینید برای LED. روی این مقاومت ها یک خازن موازی هم هست. پس روی این مقاومت این خازن، روی این مقاومت این خازن.
ولی دو تا مقاومت دیگه هم هست، یکی اینه یکی این. اینا مقاومت‌های راه انداز بیس هستن. 47 کیلوان. این مقاومت به سر مشترک وصله اینجا، ولی به بیس متصله. اینم 47 کیلو. ما پالس ها رو در اینجا داریم. پالس 1 0 و برعکس. وقتی این ترانزیستور روشن میشه، ولتاژ مثبت از کلکتور امیتر عبور میکنه، از اینجا چون این ترانزیستور خاموشه وارد ترانس میشه، میاد در اینجا. ولتاژ مثبت بود، پس وقتی به اینجا برسه ما در اینجا مثبت و مثبت رو داریم. دو طرف مثبته، پس مسیر برگشت کامل نیست. جریان از این طریق برمیگرده به ولتاژ منفی. پس با روشن شدن این ترانزیستور که آن هست، ما جریان رو از اینجا داریم. حالا این ترانزیستور خاموش میشه و این ترانزیستور روشن میشه با پالس های برعکس. 0 ولت از اینجا میرسه به اینجا. این ترانزیستور خاموشه، از این مسیر منفی داریم، رسیده به اینجا. دو طرف منفیه، عبور نمیکنه، پس میاد اینجا. از این مسیر میرسه به ولتاژ مثبت. در هر دو حالت مدار به صورت بسته عمل میکنه. خب حالا ترانس پالس چجوری عمل میکنه؟ ترانس پالس 6 تا پایه داره. 2 تا از پایه ها مربوط به بیسن، 2 تا از پایه های دیگه، یکی به کلکتور وصله، یکی به سر مشترک. من این مباحث رو قبلا تو دوره دستگاه جوش به صورت کامل براتون شرح دادم. همین مورد ترانس پالس رو در ویدیویی که من آیسی دستگاه رو خارج کرده بودم در اونم براتون شرح دادم. خب حالا خروجی این ترانس کجاست؟ خروجی ترانس در اینجا میرسه به این سلف و بعد از سلف یک خازن هست که ما در اینجا خروجی رو داریم. پس در اینجا آوت هستش، این سلف و این خازن. حالا LED چجوری روشن میشه؟ منظور من این LED هست، یک مقاومت داره، ما باید ولتاژ DC رو به این LED بدیم و فن رو هم روشن کنیم. این ترانس یک سیمپیچ دیگه هم داره، من در اینجا ادامه میدم. پس این سیمپیچ مربوط به همین ترانسه T1. در اینجا یک دیود هست، میرسه به یک خازن و این میشه خروجی فن. LED چجوری روشن میشه؟ بعد از دیود اینجا یک مقاومت هست که الان بهتون نشون میدم. میرسه به LED. طرف دوم LED به گراند وصله یا به همین پایه. پس اینجا مثبت، اینجا منفی. این مقاومت LED و این LED، این دیود همین دیوده و این خازن در اینجا قرار گرفته. پس این خازن برای LED و فن هستش. این فیوز رو یادم رفت، فیوز در اینجا هست. پس این بخش قطعه، در اینجا فیوز و متصل میشه به اینجا. پس این ناحیه باید قطع بشه. این فیوز در اینجا فعلا 2 آمپر 250 ولت. این نقشه این مدار. اگر تمایل داشتید میتونید ویدیو رو نگه دارید و مدار رو بکشید. حالا روی مدار بررسی کنیم. این ورودی ولتاژ 220. این خازن اولیه، سلف و خازن. این بخش فیلتر هست. در اینجا رسیدیم به دیودها. دیودها ولتاژ رو یکسو میکنن، DC میکنن. این ولتاژ از اینجا وارد میشه و میرسه به ترانزیستورها طبق همین مدار. پای بیس در اینجا قرار گرفته. این دیود برای این ترانزیستوره، این دیود برای محافظت از این ترانزیستور. این مقاومت
این مقاومت و این خازن رو پایه بیس هستن. در اینجا بهتون نشون دادم. این مقاومت، این خازن و این مقاومت برای این ترانزیستوره. این مقاومت برای LED، این دیود و این خازن برای فن و LED. این ترانس پالسه، این ترانس اصلیه و این سلفه و این خازن خروجی. البته این دوتا خازن هم که در اینجا براتون کشیدم. ولتاژ از اینجا وارد میشه، این فیوزه، میرسه به سلف، از سلف رد میشه، اینا دیودها هستن. ما در اینجا ولتاژ مثبت و منفی رو داریم. دوتا دیودها خروجیشون یه جاست، دوتا دیودهای بعدی خروجیشون مشترکه. همین حالتی که اینجا براتون کشیدم. ولتاژ از اینجا عبور میکنه، میرسه به ترانزیستورها از این مسیر و از این مسیر. خازنهای پلی استر سر مشترکشون در اینجاست که رسیده به ترانس که میشه این ناحیه. منظورم این ترانسه. بس در اینجا رسیده به سر مشترک خازنها. یکی از خازنها در اینجاست، خازن دوم در اینجا که اگه دقت بفرمایید یکی از اینا خورده به امیتر، خازن دوم خورده به کلکتور. خب این یعنی چی؟ یکی به امیتر یکی به کلکتور. در اینجا مثبت روی کلکتوره، امیتر روی منفیه. حالا برای اینکه ولتاژ LED و فن تامین بشه ما در اینجا خروجی فن رو داریم. از این مسیر اومده اینجا رو مقاومت ها و از این دوتا حرکت کرده رسیدیم به اینجا. از اینجا خورده به این دیود، این دیود و در اینجا خورده به این خازن. همون چیزی که اینجا براتون کشیدم. حالا خروجی ترانس، این ترانس هست، یکی در اینجاست، از اینجا حرکت کرده مستقیما اومده رو خروجی. حالا خروجی دوم اینجاست، از اینجا حرکت کرده رسیده به سلف، اومده اینور، از اینجا رسیده به خروجی دوم. در اینجا دارید میبینید. پس این مسیر سلفه که سلف از اینجا اومده اینور، یعنی سلف به این حالت پیچیده شده و اینم خازن خروجی که اینجاست. این خازن خروجی، اینم سیمای سلف، یکی در اینجاست و یکی در اینجا. بقیه پایه ها به عنوان نگهدارنده هستن، چیزی بهشون متصل نیست، ولی روی ترانس با قسمت های مختلف رو داریم، اینور و در اینور. در پای زیرین دیگه دیده نمیشه در اینجا. خب همونطور که مشاهده کردید مدار خیلی ساده ای داره. حالا من میخوام ترانزیستورها رو تعویض کنم، دیودها رو تعویض کنم و این فیوز رو هم تعویض کنم. از این بخش براتون دیگه ویدیو نمیگیرم چون ویدیو طولانی میشه. قطعات رو تعویض میکنیم و مدار رو تست میکنیم. خب من قطعات رو تعویض کردم. 4 تا دیود تعویض کردم، یه فیوز و 2 تا ترانزیستور. ترانزیستورهای بیور نداشتم. به خاطر همین ترانزیستورهای 13209 رو از این مدار برداشتم. دیود 1N4007 نداشتم. از دیود UF 5408 استفاده کردم. اینا دیودهای فصل هستن. به راحتی در اینجا کار میکنن. فیوز 2 آمپر گذاشتم. مولتی متر روی تست بوق هست. ورودی ولتاژ رو میگیرم 220 ولت. دستگاه به برق وصل نیست. صدای بوق نداره. حالا در بخش خروجی. خب چرا صدای بوق داریم؟ میزان اوم رو نگاه کنید. حدود 2. مولتی متر رو دلتا اوم قرار دادم. 2 دادم. این دستگاه خروجی دیسی نداره. یعنی این ترانس بعد از سلف مستقیما به خروجی وصله. بس دیودی در اینجا وجود نداره. چیزی که ما داریم در اینجا اندازه میگیریم میزان اوم سیم پیچ این سلف هستش. بس این دلیل اتصال در خروجی نیست. ما میدونیم ترانس های فرید با فرکانس بالا کار میکنن.
پس ما نمیتونیم به کمک مولتیمتر این خروجی رو اندازه بگیریم. حالا به چه دلیل با این اوم پایین در اینجا اتصال کوتاه نیست، من در یک ویدیو کاملا براتون شرح دادم. میتونید اون ویدیو رو مشاهده بفرمایید. حالا میخوام دستگاه رو به برق متصل کنم به کمک لامپ تست. اگر LED روشن شد و فن شروع به چرخش کرد، یعنی مدار راه اندازی شده. دستگاه رو به برق میزنم به کمک لامپ تست. خب LED روشن شد. به این صدا توجه بفرمایید. دلیلش میتونه هم خرابی خازن ها باشه، هم شل بودن این خسته روی ترانس. برق رو قطع میکنم. دقت بفرمایید. اینم شله، اینم شله. اینا رو باید به کمک چسب حرارتی محکم کنیم تا این صدای وزوز از بین بره. ولی احتمال داره خرابی این خازن ها هم دلیل باشه. این خازن هم بهتره تعویض بشه، خازن فن و LED. خب همونطور که مشاهده کردید این مدار تعمیر شد. ولی همیشه تعمیر دستگاه ها به این سادگی نیست. شما باید اول مدار رو بشناسید، نحوه کار مدار رو بدونید و تست درست قطعات رو هم بلد باشید. اگر نحوه کارکرد مدار و بلوک بندی اون رو بدونید، تعمیرات خیلی ساده تر. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.